زمینه مساعد نمیکنه که ما به همراه تان نشست میکنیم. اینا شکست خورده فقط از خاطر رسوا و رشخند و استهزا شدنشان میگه که فقط ما در عالم دنیا در بین مسلمان ها و کفار همه میگه ما ذلیل نشیم، فقط یک نشست بکنیم و با ما نشست مصالحه از افغانستان بیرون شیم. در حقیقت اینا شکست خورده رسوا شده است. ان شاء الله العزیز براتون بشارت میدم که یک سال بعد یک دانه غربی و امریکایی یهودی نصرانی هم در افغانستان نمیبینین و اجیرانش هم نمیبینین. الحمدلله با دست همه مجاهدین مملکت عزیز ما فتح میشه. قرآن شریف وقتی که اینا استهزا میکنه، علمای ما استهزا میکنه، مدارس استهزا میکنه، یک نوع برای مجاهدین عظیم یک کمک هست اگر شما بفهمین، چون که به استهزا اینها به صفوف ما مردم نهایت مجاهدین زیاد پیدا میشه، مردم در قلب جذبات زیاد پیدا میشه، روز به روز مردم شکست میخوره، شکست خورده هست. نعره تکبیر، زنده باد مجاهدین صفات شمال. مرکزی هست، ما برای کلاگتان میگیم که مرکزی مجاهدین صفحات شمال و بالخصوص مرکزی مجاهدین ولایت جوزجان. در اینجا ما مردم حرکت داریم در کوهستانات، هر وقت هر شب ها مجاهدین ما به عملیات روان هست. ولسوالی ها و سرک ها را در مدت یک هفته و در روز هر وقت سر دشمن ها حرکت هست و ضربه زدن هست. دشمن شب و روز به مخابراتشان میگه که ما برای مجاهدین تسلیم میشیم، ما به مجاهدین کمک میکنیم، از خاطر خوف هراس و ترسشان. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. علی که عبیده محمد